بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و هزاران سپاس پروردگار جهانیان رو که در فرصتی دیگه و در درسی دیگه از درس‌های سیمای صحابه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم، به این امیدی که بتونیم از این صفحات نورانی دعوت الهی در عصر اولیه دعوت ما هم برای خودمون توشه‌ای بچینیم و نوری رو برگزینیم تا بتونیم توسط اون نور به هدایت برسیم، به آرامش برسیم و حقایق زندگیمون حداقل با کمی تغییر بتونیم به سمت خوبی بکشونیم. داستان صحابه‌ای که امروز می‌خوایم بخونیم سیمای صحابیه بزرگواری هست، بانوی بزرگواریه که این بانو مازاد به ایمان صادق و پاکش، دارای فصاحت و قدرت و شعر و ادبیات هست، شاعر هست و با تعدادی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد که یکی پس از دیگری شهید شد. به عبارتی ایشون با هر که ازدواج کرد شهادت همسرش رو به دنبال داشت. حالا نه اینکه بگیم فوری، بالاخره این اتفاق افتاده. ببینیم داستان کی هست. بله، این بانوی بزرگوار عاتکه بنت زید هست. عاتکه بنت زید کیه؟ عاتکه بنت زید بن عمرو بن نفیل قریشی هست که ایشون خب اهل مکه هست. مادر ایشون کیه؟ ما قبلا مادری در مورد مادر ایشون صحبت کردیم. مادر ایشون ام کریز هست. ام کریز دختر حضرمی. خوب داشته باشید اینها همه حلقه های اتصال یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. عاتکه بنت زید دختر ام کریز هست، یعنی مادر ایشون ام کریز هست که دختر اون حضرمی معروفی که داستان ایشون رو خوندیم که در واقع این حضرمی عبدالله ابن عمار ابن مالک هست. ببینیم دایی عاتکه کیه. دایی عاتکه خب طبیعیه که صحابی مشهور هست، علا ابن حضرمی، که البته ما در مورد علا ابن حضرمی انشاءالله در آینده صحبت خواهیم کرد. خاله ایشون کیه؟ صعبه بنت حضرمی که فکر کنم در مورد ایشون ما در جلسات قبل صحبت کردیم. حالا اسامی یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنچنان زیاد شده که و تعداد که خود من هم گاهی میگم نکنه الان این قصه‌ای که میخونم قبلا قصه رو با هم خونده باشیم، هی نگاه میکنم به مواد دچار اشتباه بشیم. بله، دایی ایشون کی هستش که گفتیم که دایی ایشون علا ابن حضرمیه. خاله ایشون گفتیم صعبه بنت حضرمی هست که معروف به ام طلحه هست، یعنی مادر طلحه ابن عبیدالله که در مورد ایشون هم صحبت کردیم. طلحه ابن عبیدالله هم که جزو اون افرادیه که جزو بشارت دهندگان به بهشت هست، عشره مبشره هست. برادر ایشون کیه؟ عاتکه بنت زید سعید ابن زید هست که سعید ابن زید هم خودش جزو عشره مبشره هست، جزو یکی از اون 10 نفری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به بهشت وعده داده مستقیم. یعنی اینها کسانی هستند که ویژه بهشت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد این 10 نفر نقل شده که حالا ما قبلا هم گفتیم، الان دیگه خب ضرورت نداره بخوام اشاره بکنیم. عاتکه خب بین زنان قریش در بلاغت و در فصاحت و شعر و ادب خیلی معروف بود، مازاد بر این که دارای خرد و اندیشه و رجاحت عقل بود ایشون. و این از کی به ارث برده بود؟ خوب نکته رو داشته باشید، خیلی مهمه. عاتکه بنت زیده. زید کی؟ از زید ابن عمرو. زید ابن عمرو یکی از کسانی است که قبل از اینکه اسلام در شبه جزیره عربستان طلوع بکنه، خداوند پیامبر خودش رو محمد صلی الله علیه و سلم رو پیامبری برگزینه، زید یکی از کسانیه که در برابر این جاهلیت ایستاد، دنبال حنفیت رفت، یعنی پیروز ابراهیم علیه السلام یا به عبارتی توحید، به فطرت خودش برگشت. کسی بود که ایشون نسبت به بت‌ها در جاهلیت انتقاد میکرد و مخالفت میکرد و در اشعاری که از پدر ایشون نقل شده میگه اسلمت وجهی لمن اسلمت له الارض صخرا ثقالا. من تسلیم شدم خودم رو در برابر کسی که زمین و آسمان در برابر اون تسلیم شدن. و همینجوری در اشعار خودش میگه که در ادامه اون میگه و اسلمت وجهی لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا. من تسلیم اون خالقی شدم که ابرهای آسمان باردار شدن و باران رو بر سر مردم، بارانی گوارا رو فرو ریختن. و ایشون
با صراحت با بت‌ها مخالفت میکرد، به دین حنیف اومده بود و این اشعارش رو ترنم میکرد و به طرف کعبه میرفت و سجده میکرد برای الله بر اساس آیین حنیف. خب زید ابن عمرو در واقع یک عربی اصیل بود، یک عربی که از نژاد اصیل قریش بود. ایشون کی بود؟ ایشون پسر عموی حضرت عمر بود، یا عمر ابن خطاب رضی الله عنه. و خب زید در واقع از کسانی است که دیگه میگم از بت پرستی اعتزال میکنه و دوری میکنه و حتی ایشون از قربانیانی که برای بت‌ها و ذریح و قبرها به اصطلاح ما کشته میشد، از خوردن اونها در همون زمان خودداری میکرد بر اساس همون فطرتی که خودش فهمیده بود و انکار میکرد. اگه قربانی رخ میداد که به غیر اسم الله بود، ایشون میگفت این درست نیست و میگفتش که یا معشر القریش. خیلی نکته مهمه ها، یعنی این وقتی انسان به فطرتش برمیگرده چگونه؟ ای معشر قریش ایرسل الله قطر السماء، غیر از اینی که خداوند باران از آسمان فرستاده و ینبت بقل الارض، و این نباتات و گیاهان رو در زمین اینها رو رویانده خدا، و یخلق الصائمة فترعی فیها، و اینکه این حیوانات و چارپایان رو خلق کرده که اینا روی این بچرن. ام تذبحونه لغیرها، بعد اینا رو شما برای غیر الله دارید قربانی میکنید. این به فطرت و خرد خودش به این حقیقت رسیده بود، به این آیین حنیف. خب طبیعتا زید از کسانی بود که به دنبال شناخت حقیقت بود و تونسته بود با رسیدن به آیین حنفیت، همون آیین ابراهیم علیه السلام، بر اساس اون چه که به دست آورد حداقل در توحید، به یک آرامشی برسه. و خود قریشیان همیشه خطاب قرار میداد و میگفت که من باورم نمیشه شما بر دین ابراهیم هستید، شما دروغ میگید. مثل خیلی از مسلمانان که امروز میگن ما مسلمانیم، برای غیر خدا سجده میکنن، میگن ما مسلمانیم، برای غیر خدا قربانی میکنن، میگن ما مسلمانیم، از غیر خدا شفا میخوان، میگن ما مسلمانیم، برای غیر خدا نذر میکنن، میگن ما مسلمانیم، غیر خدا رو واسطه بین خودشون و خدا میکنن و امثال این موارد. ایشون هم میگن من باورم نمیشه شما پیرو ابراهیم علیه السلام باشید، چرا که رفتارتون با رفتار ابراهیم نمیخوره. خب این رفتار رو داشته باشید. عاتکه در خونه همچین پدری به دنیا اومده، پرورش پیدا کرده، طبیعتاً هم در مفاهیم توحیدی داره، بالاخره یک سری آثار و جلویات هست، هم در مفاهیم شعر و ادب از پدرش اینها رو یاد گرفته، هم اون احساس درون خودش رو در برابر صداقت و پاکی و برخورد با جاهلیت خب تونسته این به دست بیاره. قلب پاک، روحیه پاک، مخالفت با جاهلیت و خرافاتی که قریش باهاش مبتلا هست، خودش رو آماده داره برای اینکه حق رو بطلبه. دختری همچین فرزندی، خب طبیعیه که وقتی که اسلام ظهور میکنه، عاتکه بنت زید هم جزو اولین کسانی که رو به اسلام میاره و مسلمان میشه و بیعت میکنه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و هجرت میکنه. من اینها رو خواستم بگم که شما متوجه این نکته و حقیقت بشید که ببینید چگونه این عاتکه بنت زید هست قبل از اسلامش که در یک پدری حنیف داره و در زمان اسلام که این گونه هست. خب ببینیم شوهر ایشون کیه. شوهر ایشون یکی از اصحاب پیامبره که پسر صحابه پیامبره. کی؟ کدوم صحابه پیامبر؟ عاتکه خب دارای اخلاق خوبی بود، رفتار خوبی بود، دارای سیمای زیبا و همه اون چیزهایی که یک زنی که باید برازنده باشه و دارای ایمان و همه موارد اهل خرد و اندیشه و اینها. ابن کثیر در مورد ایشون نقل میکنه کانت من حسان النساء و عبادهن، از بهترین زنان و زیباترین زنان و خوشسیماترین زنان بود و از عبادت کننده ترین زنان، کسانی که تسلیم بود در راه خدا. این سیمایی که ابن کثیر رحمة الله علیه در مورد این صحابیه بزرگوار نقل میکنه. خب ایشون با کی ازدواج کرد؟ ایشون با پسر ابوبکر صدیق. خوب دقت کنید، عبدالله پسر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما. هم عبدالله صحابی پیامبره، هم ابوبکر صحابی پیامبر و دوست و یار غار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. خب گفتیم که همه اون ویژگی های یک زن که رو باید داشته باشه، چه ویژگی های ظاهری و چه باطنی، چه روحی و ایمانی رو داره و خب طبیعی هست که در یک چنین شرایطی همسری هم که مثل عبدالله پسر ابوبکر باشه، خب توجه خاصی به این داشته باشه. این توجه اما یک مقداری دچار افراط شد. ببینید چگونه دچار افراط شد. خب عبدالله ابن ابوبکر یا عبدالله ابن ابی بکر خب هم به همسرش علاقه داشت، هم محبت داشت، هم یک دلبستگی، یک وابستگی خاصی نسبت به همسرش عاتکه بنت زید پیدا کرده بود. خب طبیعتا اونم این حالت رو داشت نسبت به ایشون.
خب هر دو جزء یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله. اما این سبب شده بود که ایشون از برخی از امور دعوی باز بمونه، حتی گاهی از نمازهای جماعت مثلا ممکن باز بیمون و حالتی شده بود که خودش و فکر و ذکرش رو فقط متمرکز به زندگی کرده بود. شاید بشه گفت به اصطلاح امروزی، حالا این کلمه عشق کلمه نامناسبیه در فرهنگ دینی، کلمه محبت است، چرا که عشق گاهی در تعابیر یک محبتی است غیر عاقلانه، جنونوار، که درش عقل و خرد و اندیشه نیست، طرف دو هر کاری دلش میخواد میکنه، این موانع ذکر میشه، در صورتی که حب و محبت اون چیزی که در لغت شرعی هست. حالا ما نمیخوایم وارد این بشیم. ایشون محبت در یک مرحله رسیده بود که دچار یک مشغولیت‌های خاص شده بود. اینجا بود که ابوبکر صدیق متوجه شد پسرش دارای این حالت شده، وابستگی بیش از اندازه به همسرش به گونه‌ای شده که این رو از بعضی امور دینی داره باز می‌داره و این نگرانی هم داشت که ابوبکر بارها تذکر داده بود، داره می‌دید که پسرش نه اون حالتی که باید داشته باشه نداشت. اینجا بود که ابوبکر صدیق تصمیم گرفت که از پسرش بخواد که عاتکه بنت زید رو طلاق بده. خب تا اینجا متن داستان رو داشته باشید، ادامه داستان رو در جلسه بعد خدمت شما عزیزان ارائه خواهم داد. تا جلسه بعد خدایا رو نگهدارتون باشه.